مثل زغال سیاه بود و چشمانی سبز رنگ داشت و با جسد اژدهایان مرده یا حمله به اژدهایان کوچکتر و حتی تخم اژدهایان برای شکمش ضیافت برپا میکرد و به همین دلیل به او هم نوخوار یا کنیبال میگفتن. تاریخ دقیق از تخم بیرون اومدن او مشخص نیست. مردم محلی دراگونستون ادعا میکنن که حتی قبل از اومدن تارگریین ها هم کنیبال اونجا بوده و اگه اینطور باشه او حدود 243 سال عمر داره و باید اندازه بزرگتر از ویگار داشته باشه. البته در جایی به اندازه دقیق اون اشاره خاصی نشده، اما گفته شده که بین اژدهایان وحشی کنیبال از همه بزرگتر بوده. در بخش شرقی دراگون ماونت لونه کرده بود و بجز استخوان اژدهایان، استخوان افرادی که تلاش کرده بودن اون رو رام کنن در لانه او به چشم می‌خورد. بعد از رقص اژدهایان هم بذرهای اژدها اونقدر احمق نبودن که برای رام کردن کنیبال تلاش کنن، یا اگه بودن هرگز برنگشتن تا تعریف کنن که واقعا چی رخ داد. کنیبال در نهایت یکی از 4 اژدهایی بود که از رقص اژدهایان جان سالم به در برد و کمی بعد از رقص ناپدید شد و از سرنوشت دقیق او اطلاعی در دست نیست.